روز شما بخیر بینندگان عزیزی برنامه‌های رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه 8 می است و ما با همکاران در تاجیکستان و پراگ شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت می‌کنیم. موضوع اساسی 15 دقیقه بعد اینها هستند. پرزیدنت امام علی رحمان بعد گلگزاری در باغ غلبه به شهر مسکو رفت. در روسیه او با ولادیمیر پوتین ملاقات می‌کند. در تاجیکستان نماینده یک شرکت بازداشت شده است که نتوانسته است وعده کار به خواهشمندان در بریتانیا را اجرا کند. میریم فقط وعده میتیم که میشه تمام دیگه اگه پیشر نیست سوخای ضرر دیدگیم همون. در قرقیزستان بین روحانیان کشور و یک بلاگر جنجال سر زد که گفته است رابطه جنسی بیرون از نکاح گناه نیست. با موضوعهای دینی و دینداران باید احتیاط کرد. این موضوع خیلی نازک و حساس است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان امروز به مسکو رفت تا در برابر دیگر رهبران کشورهای آسیای مرکزی فردا 9 می در پرد حربی بخشیده به روز غلبه بر فاشیسم اشتراک کند. این سفر با دعوت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین صورت میگیرد و اولین بار بعد حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوس و متهم شدن شهروندان تاجیکستان در آن و اینچنین بازداشت و اخراج دست جمعی مهاجران تاجیک در فرودگاه‌های روسیه خواهد بود. در تاجیکستان بسیاری‌ها مقامات روسیه را در برخورد ناعادلانه، خلاف با معیارهای حقوق انسان، نقض حقوق مهاجران تاجیک و قانون‌های بشری گناهکار می‌کنند. در مسکو پرزیدنت امام علی رحمان اینچنین در ملاقات غیر رسمی پرزیدنتان دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک می‌کند. و پیش از سفر به مسکو امروز پرزیدنت تاجیکستان در دوشنبه در مراسم گلگزاری به مناسبت روز غلبه در جنگ دوم جهان اشتراک کرد. از تاجیکستان در جنگ سالهای 1940 صدها هزار نفر اشتراک کرده امروز 25 نفرشان زنده هستند. در تاجیکستان هم مثل دیگر جمهوری‌های شوروی سابق سالهای آخر از آن گله‌مندند که روسیه تلاش دارد تنها فداکاری‌های سربازان روس را در آن جنگ 5 ساله پرقربانی تاکید کند. همکارم شهلا عبدالله گزارش می‌دهد. مراسم رمزی پرده‌برداری در باغ غلبه پایتخت با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مراسم افتتاح مجمع نوسازی شده برگزار گردید. این مراسم یک روز قبل از روز غلبه صورت می‌گیرد. مراسم با حضور هیئت رسمی فدراسیون روسیه با راهبری کاراول شولبان معاون رئیس دومای دولتی و سیمیون گریگوریف سفیر این کشور در تاجیکستان و چندی از مهمانان دیگر صورت گرفت. یادگاری معماری میدان غلبه یا به گفته ساکنان پایتخت تانکا از نشابی معروف به تکستیل به باغ غلبه در کناره شرقی پایتخت ماه ینور کوچانیده شد. برکندن آن را در گذشته مسئله جنجال برانگیز هم شده بود، چون گروهی میگفتند که تاجیکستان میخواهد رمزهای پیروزی به آلمانی فاشیستی را به تدریج از بین برد. در جنگ بزرگ وطنی بیشتر از 200,000 نفر از شهروندان تاجیکستان شرکت کردند و 10,000 نفرشان هم جان باختند. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت رهبر شرکت خبر داد که به گفته مفتشان با وعده تامین کار در بریتانیا از 10 نفر پول گرفته مسئولیتش را اجرا نکرده است. بر ضد رهبر شرکت دور استقلال با اتهام قلابی پرونده باز شده، تفتیش آن ادامه دارد. در این پرونده نام 147 نفر جبر دیده ثبت شده است، ولی مشتری ها میگویند شمار آنها حدود 300 نفر است. علیشیر ظریفی گزارش میدهد. در شهر روسیه مهاجرین باش مکروی نو پیدا شد در اروپا. این ساکنان شکایت دارند که با وعده مهاجرت مهنتی به بریتانیای کبیر به یک شرکت پول دادند، ولی شرکت آنها را فریب کرده نه به بریتانیا برده است و نه مبلغشان را برگردانیده است. اکتبر سال 2023 در شرکت دور استقلال پول سپردیم 18,000 سوم. گفت که چیه؟ کویتانس همون داد. در مدت 3 ماه شماره روان میکنم به دولت انگلیا. اینا تا حاضرت دیگه نه پول مون برگردون نه مقصد
خودش میگن در اویده محکمه هم بچهش ابراهیم. در دست این نفران که خود را جبر دیده می‌حسابند فقط رسید یا سند پرداخت مبلغ است. میریم فقط وعده میتیم که میشه تمام دیگه اگه پیشم نیست سوخای ضرر دیدگیم همون قرض گرفتگیم ای بانک یا دیگه آدمو. همسوبتان ما گفتند مثل آنها حدود 300 نفر جبردیده‌هایی هستند که با وعده سفر به بریتانیا و شرکت دور استقلال پول دادند. در تاجیکستان مسئله سوداگردانی روند مهاجرت کاری به بریتانیای کبیر برای اجرای کارهای موسمی بارها بررسی شده است و در چند سال اخیر شماری از کارجویان نیز به این کشور سفربر شدند. در شبکه‌های اجتماعی اعلان‌ها درباره سفر به بریتانیای کبیر زیاد به نظر می‌رسد، ولی آگاهان توصیه می‌دهند که نه به همه چنین اعلان‌ها باور کردن ممکن. موهیا نازیمова که فعلا در بریتانیا است از طریق شبکه‌های اجتماعی به ساکنان راه‌های قانونی و درست مهاجرت به این کشور را توصیه می‌دهد. پیش از همه از هموطنان عزیز خواهش می‌کردم که آنها ملکه تحلیل کردن خود را به کار درآورند، یعنی که کوشش کنند که هر گونه اعلان یا هر گونه اطلاعاتی که به دست می‌آورند از غلبری تحلیل گذرانند. برای مثال چند قبل در یکی از تلگرام کانال های یکی از رسانه های خیلی مشهوری تاجیکی دیدم که اعلان کار در بریتانیا کبیر است. وقتی که به همان لینک ها می درآید معلوم می شود که این کانال ها نو گشوده شدند و آنها محض برای آن همین گونه آدمان زودباور هستند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند رهبر شرکت را بازداشت کرده نسبتش بر اساس 2 ماده کودکس جنایی قلابی و مهاجرت غیرقانونی پرونده باز نمودند. بعضی جبردیده‌ها طلب دارند که ابراهیم احمدوف رهبر شرکت دور استقلال قبل از محکوم به زندان شدنش نخست مبلغ آنها را برگرداند. باید که همه جبردیده‌ها با مقامات حفظ حقوقی امروز همون پرونده نسبت همون رهبر شرکت در استحصالاتش است با آنها با عریضه با شکایت مراجعت کنند و اویدی حالت‌های کار که چطور فریب خوردند و چقدر مبلغ ضرر دیدند مراجعت کنند و چاره‌ها اندیشیده می شود برای برقرار کردن جبران کردن ضرری به اینها رسانده شده. تلاش‌های ما برای پیدا کردن مالکان شرکت نتیجه نداد. قبلا نیز در تاجیکستان افرادی متهم در قلابی بازداشت شده بودند که با وعده تشکیل مهاجرت به خارج کشور از جمله دولت‌های غربی از شهروندان مبلغ می‌گرفتند. مشکلی پیدا نمودن جای کاری مناسب باعث شده است که سالانه صدها هزار شهروند تاجیکستان به روسیه به مهاجرت مهنتی می‌روند. تاجیکستان می‌خواهد پایبندیش را در این سمت از روسیه کاهش دهد. و یک خبر دادستانی کل تاجیکستان با وزارت امور خارجه آمریکا یک سند را امضا کرده است که راه را برای همکاری نزدیک دو طرف برای مبارزه با تروریسم باز می‌کند. دفتر مطبوعات دادستانی روز 8 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت یادداشت حسن تفاهم درباره نیت همکاری را یوسف رحمان دادستانی کل و مانوئل میکالر سفیر آمریکا در دوشنبه امضا کردند. بر اساس سندی که امضا شده است دو طرف در صورت ضرورت اطلاعات خصوصی افراد را در اختیار یکدیگر میگذارند تا از حرکت احتمالی تروریستان پیشگیری شود. در بیانیه آمده سند مذکور امکان می‌دهد که توسط استفاده ابزارهای وسیع تکنولوژی از حرکت تروریستان نظارت کنند و آنها را دستگیر کرده به جوابگری کشند. آمریکا سالهای زیاد است که به تاجیکستان برای تقویت امنیت در مرزهایش و مبارزه با تروریسم کمک می‌کند. در قرغیزستان بین ملاها و روحانیان کشور و یک بلاگر و روانشناس جنجال سر زده است. اینورا ساغینبویوا در یک نوار در تیک توک گفت رابطه جنسی بیرون از نکاح گناه نیست. اداره مسلمانان قرغیزستان او را به دعوت به زناکاری متهم کرده هشدار هم داده است. روحانیان همچنین تهدید کردند که علیه این نوار او به پلیس شکایت میبرند. گزارش تلویزیونی نستایش اوریم را همکارم زرنگیزی نوروز شاه خلاصه میکند. بعدی هشداری اداره مسلمانان قرغیزستان اینورا ساغینبویوا نوار جنجالی را درباره رابطه محرمانه زنان و مردان از صفحه‌اش پاک کرد، ولی ویدیو در شبکه‌های اجتماعی هنوز میچرخد.
آیا من میتوانم با دختران رابطه داشته باشم؟ این گناه است؟ چیکار کنم؟ چون این سوالها خیلی زیادند. پسرها اگر با دختران رابطه نداشته باشید کار موشک‌ها و رگ‌های خونگرد بد می شود. بعد شما می نویسید که به مشکل گرفتار شده اید. برای همین نزد دخترها روید. این گناه نیست. اما ریفاله را فراموش نکنید. با ریفاله گناه نیست. 3 روز بعدی این مفتیات قرقیزستان اینورا ساغینبویوا را به شرح نادرستی اسلام متهم کرد. اداره مسلمانان گفت که اگر ساغینبویوا چنین صحبت‌های خلاف ارزش‌های دینی و ملی را بس نکند به مقامات شکایت میبرند. ساغینبویوا خود را روانشناس و کسمتولوگ و سکسولوگ معرفی میکند و همین موضوع را با بیش از 100,000 آبونچی خود در صفحه‌اش در میان میگذارد. صحبت‌هایش درباره رابطه‌های جنسی اکثرا پربحث میشوند. میگوید به جنبه دینی این موضوع رو آوردن نمیخواست، اما با درخواست زیادی کاربران نظرش را گفت. با موضوعهای دینی و دینداران باید احتیاط کرد. این موضوع خیلی نازک و حساس است و شاید من هم نه گناه بلکه باید لازم است میگفتم. ان همین کلمه نادرست استفاده شد. اینورا میگوید در موضوع رابطه جنسی بیشتر از نگاه طبی و روانشناسی اظهار نظر میکند، ولی برخی از کاربران صحبت‌های آشکارای او را خوش نداشتند. همان آدمانی که این موضوع را پرسر و صدا کردند به نظر من بر اساس قانون‌های شریعت زندگی نمی کنند، چون این غیبت است. من به یکی از آنهایی که به مفتیات شکایت کرد نوشتم که بیاید صحبت کنیم. او مرا از صفحه‌اش بیرون کرد. همین را فهمیدم که هدف این آدمان نه جلب مردم به دین بلکه رکلام است. حقوقشناس ارجان سلیمانوف میگوید محتوای برخی از صحبت‌های اینورا تبعیض‌آمیز است، از جمله دعوتی او از پسران برای پرهیز نکردن از ارتباط جنسی. همین دعوت رابطه با دختران برای مناسبت محرمانه و محض برای حفظ سلامتی این به نظر من تحقیر زنان است، ولی مفتیات می توانست به جای تهدیدی رفتن به دادگاه موضوع را از نگاه اسلام شرح دهد. یعنی باید می گفت که راه درست کدام است. برخی با اشاره به آزادی بیان در صفحه شخصی بلاگر میگویند او یگان عملی نادرست و غیر قانونی نکرده است. شخصا من در عمل بلاگر اینورا ساغینبویوا یگان نشانه دشمنی با روحانیان را ندیدم، بیشتر چون یک متخصص از نظر طبی صحبت میکرد. شخصیت‌های دیگری معروف هم هستند که در شبکه‌های اجتماعی چنین اندیشه‌رانی میکنند، پس باید چاره‌های حقوقی نسبت به همه برابر دیده شود. گروه از کاربران شبکه‌های اجتماعی مفتیات را برای آن تنقید کردند که به این موضوع زود توجه و واکنش کرد، اما در موضوعهای پرسر و صدای دیگری مثل خشونت به زنان خاموش است. نوابسته به تنقید و تهدیدها، اینورا ساغینبویوا نیت دارد صحبت درباره تربیت جنسی را ادامه دهد. وی باور دارد که پنهان داشتن این موضوع و پرهیز از آن مشکلات زیاد آفریده سبب افزایش طلاق و خیانت همسران شده است. و خبر دیگر وزخانه تاجیک منیژه سنگین روز چهارشنبه ترانه نوی را به زبان انگلیسی با نام نوری شمع معرفی میکند. خود او که برای مخالفتش با جنگ روسیه در اوکراین مجبور شد به خارجه برود، این آهنگ را امید به فردای بهتر نامیده است. منیژه آخرین شرکت‌دار آزمون یورویژن از روسیه در سال 2021 است، چون بعد شروع جنگ در اوکراین روسیه از حق اشتراک در این آزمون محروم شد. منیژه در صحبت با DPA از شهر مالمو شویتسیا که آنجا امروزها آزمون یورویژن جریان دارد گفته است خود او هم برای موقع ضد جنگی و حمایتش از مهاجران تاجیک بعد حمله کروکوس مورد حمله‌های اینترنتی و تحقیر و توهین قرار گرفت. او در این مصاحبهش گفته است حالا خیلی احتیاطکار شده مجبور است هر حرفش را سنجیده بگوید. و در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادناکلاسنیک وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید به ما نویسید. خدا نگهبان.